کلی محصول خریدی و نمیدونی چجوری ازش استفاده کنی؟ انجام روتین پوستی برات سخت شده یا ترتیب استفاده از اونها رو نمیدونی؟ این ویدیو برای شما تهیه شده. حتما تا آخر ویدیو با من همراه باش تا نحوه استفاده از محصولات رو برات توضیح بدم. اولین مرحله پاک کردن آرایش چشم و لب هست. یادمون باشه اول ما باید چشم و لبمون رو تمیز کنیم و بعد بریم از ژل شستشو یا فوم شستشو برای تمیز کردن کل صورت استفاده کنیم. حتما ما باید از محلول میسلاواتر استفاده کنیم که این محلول مخصوص آرایش چشم و لب هستش. من اومدم یک پد رو نصفش کردم که اونو بتونم زیر چشمم قرار بدم. یک پد رو هم با میسلار واتر آغشته کردم که بتونم راحت پوست دور چشمم رو و آرایش رو تمیز کنم. اینو این زیر قرار میدم که هیچ فشاری به ناحیه در واقع زیر چشمم وارد نشه. بعد چشمم رو میبندم و بعد این پد رو آروم میکشم روی موژه و پشت پلکم که تمام آرایش موژه و در واقع پشت پلکم پاک بشه. این رو تا به اندازه‌ای ادامه میدم که دیگه این پدها رنگشون تمیز باشه، یعنی هیچ آغشتگی آلودگی روی این پدها نباشه. برای هر دو تا چشمم این کار رو انجام میدم و بعد دوباره با یک پد دیگه اون رو آغشته میکنم، میسلاواتر رو آغشته میکنم بهش و بعد به لبم میمالم. این نحوه پاک کردن آرایش چشم و لب هست. بعد از اینکه چشم و لبمون رو پاک کردیم با محلول آرایش پاک کنه میسلاواتر، حالا میریم سراغ شستشوی کل صورت. فیس واش، فوم شستشو یا ژل شستشو مناسب پوستمون که حالا خشک یا چرب هستش اون رو تهیه میکنیم و بعد جلوی روشویی کلا پوستمون رو تمیز میکنیم. این مرحله بعد از میسلار واتر. بعد از اینکه پوستمون رو شستیم، مرحله بعد استفاده از تونر هست. تونرها برای این هستن که کامل منافذ پوست ما از هر نوع آلودگی پاک بشه. اینو مطمئن باشین که شما حتی وقتی که صورتتون رو هم کامل بشورین، وقتی که از تونر استفاده کنین میبینین که یه سری آلودگی ها هنوز روی پوستتون مونده و این باعث میشه که منافذتون تیره بشه. تونرها باعث میشن که هم pH پوستتون تنظیم بشه و هم آلودگی های باقی مونده از روی پوستتون بره، که به صورت اسپری یا در واقع همینجوری بطری توی داروخانه ها قابل فروش هستش. اون رو ما اسپری میکنیم یا میزنیم روی دوباره پدهای سکه‌ای و اون رو از در واقع پایین به بالا میکشیم روی پوستمون، کامل روی همه قسمت‌های پوستمون اون رو میکشیم. حواسمون باشه که باید حتما حرکاتمون از پایین به بالا باشه تا در واقع افتادگی پوست برامون ایجاد نشه. اون رو انقدر میکشیم تا این پد دیگه هیچ آلودگی روش نباشه. بعد از اینکه کامل صورتمون رو تمیز کردیم، میرسیم به مرحله آبرسان. آبرسان در واقع وقتی که به صورت سرمی ما تهیه بکنیم به این شکل هست که در واقع برای همه پوستا آبرسان لازم هستش. این روتینی که من دارم میگم برای همه پوستا هست. اگر به صورت سرم باشه ما میتونیم در واقع فقط یه مقدار یه شیب به صورتمون بدیم. این رو یه قطره روی پیشونی و یه قطره روی گونه راست و یه قطره روی گونه چپ بذاریم. همونجور که میبینیم خیلی سریع شوره نمیکنه، ما وقت داریم که اینو بیایم در واقع کامل روی پوستمون جذبش کنیم. میایم اول به صورت دورانی این رو روی پوستمون میزنیم و بعد اینکه کامل پخش شد، چون این به صورت سرم هستش و اینجوری در واقع جذبش فرق میکنه با کرم، میایم به صورت ضربه‌ای این رو روی پوستمون اینجوری میزنیم، ضربات آروم، برای اینکه جذب بهتری روی پوستمون انجام بشه. این از مرحله جذب سرم بود. هر سرمی که ما به پوستمون میزنیم، آبرسان، هیالورونیک اسید، در واقع سرم ویتامین C، به همین حالت ما میتونیم جذبش کنیم. حالا اگر که ما نخوایم این رو مستقیم بزنیم روی پوستمون، میایم اون رو میزنیم در واقع اینجوری کف دستمون چند تا قطره اگر برامون سخت باشه و بعد میایم اینو اینجوری میزنیم روی پوستمون و بعد دوباره شروع میکنیم با حرکات ضربه‌ای جذبش میکنیم. برای اینکه این سرم بتونه در واقع اون رطوبت رو روی پوست ما حفظ کنه، حتما بعدش میایم از کرم مرطوب کننده استفاده میکنیم. کرم های مرطوب کننده رو حتما باید روی آبرسان بزنیم تا در واقع اون آبرسانی به طور درست انجام بشه. نقش کرم های مرطوب کننده
اینه که بتونن اون آبرسان رو قفلش کنن روی پوست و در واقع نگهش دارن تا تبخیر نشه و بتونه اون رطوبت رو توی تایم کافی به پوست ما برسونه. و همین راحتی و سرعت کرم مرطوب کننده رو روی پوستمون انجامش میدیم. بعد از این که ما کرم مرطوب کننده رو روی آبرسان زدیم، میرسیم به قسمت دور چشممون. قسمت دور چشممون حتما باید از محصولاتی که مخصوص دور چشم هست استفاده بشه. ما 3 نوع در واقع کرم دور چشم داریم، یا به صورت کاسه‌ای هستش، یا به صورت قلتکی هستش، و یا میتونیم اون رو در واقع به صورت نقطه‌ای روی پوستمون بزنیم که من هر سه تاشو اینجا بهتون میگم. اگر به صورت در واقع اینجوری بود نوکش، میایم روی استخون گونه، این رو من تاکید میکنم، روی استخون گونه، نه زیر چشم، چون زیر چشم اگر بزنیم میره داخل چشم و این اصلا خوب نیست و خودش یه مشکل ایجاد میکنه، مشکل مضاعف ایجاد میکنه. حتما روی استخون گونه به این صورت و ترتیبی که من روی پوستم گذاشتم میذاریم و بعد با انگشت حلقه، حالا اگر سختمون بود میتونیم با انگشت اشاره، ولی مثلا انگشت حلقه فشارش کمتر هستش و ما میایم این رو به صورت ضربه‌ای، به هیچ عنوان اینجوری انگشتمون رو نباید بکشیم روی پوستمون، این رو به صورت ضربه‌ای اینقدر میزنیم تا جذب بشه. این به این صورت. وقتی که کامل جذب شد دیگه لازم نیست که ادامه بدیم. اگر کرم دور چشم ما به صورت کاسه‌ای باشه، خب همون اول میایم انگشتمون رو داخلش میزنیم به اندازه 1 نخود، نه بیشتر، برمیداریم و بعد دوباره به همون صورت، به صورت ضربه‌ای دوباره این رو روی پوستمون در واقع جذبش میکنیم. حواسمون باشه که حتما روی همین استخون گونه باشه. اگر هم که به صورت قلتکی بود که خب اینا در واقع با یک چرخشی آن و آف میشه، باز و بسته میشه، این رو میایم همون قلتکش رو دوباره رو همون قسمت روی استخون گونه این رو یه مقدار فشار میدیم و دیگه به همین صورت اون رو میزنیم روی پوست و بعد دوباره جذبش میکنیم. میرسیم به مرحله مهم ضد آفتاب زدن. ما کرم ضد آفتاب رو هر روز باید استفاده کنیم 20 دقیقه قبل از اینکه بریم بیرون. حواسمون باشه که قبل از زدن ضد آفتاب مرطوب کننده و آبرسان جذب پوستمون شده باشه، وگرنه وقتی که ضد آفتاب رو میزنیم روی پوستمون، خب روی پوست خشک نباید اون رو بزنیم، چون هم ممکنه سفیدک بزنه، همین که ممکنه خیلی خوب جذب نشه. ما ضد آفتاب رو به صورت خیلی سخاوتمندانه روی پوستمون میزنیم، به اندازه 1 نخود روی در واقع هر قسمتی اون رو میزنیم. حتما هم از ضد آفتاب بیرنگ استفاده کنید حتی الامکان، چون این باعث میشه که کامل بتونین در واقع پوشش بدین پوستتون رو، چون ضد آفتابایی که رنگ دارن ممکنه که خب به خاطر رنگشون اون اثرگذاری که مد نظر ما هست و در واقع هدف ما بیشتر مراقبت کردن از پوست هست رو نداشته باشه. ما میایم این رو به صورت دورانی روی پوست پخشش میکنیم. اگر که ما بخوایم تحت هر شرایطی از در واقع کرم پودر یا مواد آرایشی استفاده کنیم، ما اون رو میذاریم بعد از اینکه کرم ضد آفتاب رو روی پوستمون کامل جذب شد، بعد میایم اون رو میزنیم. به این صورت ما اون رو جذب میکنیم. ببینید من اون رو اصلا دور چشمم نزدم. اگر که بخوام کرم ضد آفتاب بزنم برای دور چشم، به همون صورتی که گفتم کرم مخصوصش رو تهیه میکنم و بعد اون رو به همون صورت به صورت نقطه‌ای دور چشمم میزنم روی استخون گونه و حواسم هستش که روی همون قسمت فقط ماساژش بدم و اون رو داخل چشم نبرم. کرم ضد آفتابی که دور چشم استفاده میشه با کل صورت فرق میکنه. خیلی ممنونم که تا آخر این ویدیو با من همراه بودین. امیدوارم که براتون مفید و مؤثر واقع شده باشه. حتما اون رو سیو کنید تا گمش نکنین و با دوستانتون هم به اشتراک بگذارین. مطمئن باشین که کامنت های شما و نظرهای شما روی افزایش کیفیت تولید محتوا برای من خیلی مؤثر هستش و یادتون باشه که پوست خوب سهم هر روز شماست. مرسی.